باره بحث در باره نماز می رفت. یک جوان گفت من مسلمانم اما نماز نمی خوانم. من مسلمانم اما نماز نمی خوانم. از آن جوان پرسیدند برای چی تو نماز نمی خوانی؟ گفت من فکر نمی کنم که نماز آنقدر مهم باشد. الله بخشاینده است. من نمازهای جمعه را می خوانم یا که هرگاه که مناسب شد می خوانم. برادران و خواهران، این بسیار جواب خطرناک است. این خیلی که میگویند من ویگتریانیت اما گوشت گاو میخورم. تو ویگتریانیت اما گوشت گاو میخوری، برای همین تو خود را ویگتریانیت نامیده نمیتوانی. حداقل من مسلمانم گفته فرض بودن نماز را اعتراف کرده برای ادایش سعی و کوشش میکنم گفتن این یک چیز دیگر است. اما کسانی هستند که میگویند من مسلمانم اما برای ادای نماز وظیفه‌دار نیستم. چگونه میتوان این را گفت که یکی از رکنهای اسلام این نماز است؟ اسلام بر 5 رکن ستون اساس یافته است. شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شما درباره 5 رکن اسلام چنان خوب میدانید که بر شما ترجمه آن چیزی که من حالا با زبان عربی گفتم لازم نیست. و همین طور برادران و خواهران، اگر شما موفقیت در دنیا و یا در آخرت خواهید باید نماز را آغاز کنید. موافق حدیث نماز ستون دین است. اگر نماز خوب باشد پس همه عملهای دیگر خوب خواهند شد. اگر نماز ناموافق باشد پس باقی مانده عملها نیز ناموافقند.